It's my great pleasure now to welcome the President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Mr. Emomali Rahmon. حاضرین گرامی، پیش از همه میخواهم با شما جهتی تهیه و تشکیل چهاربینی امروزه عاید به مسائل همبستگی آب و انرژیتیک اظهار سپاس نمایم. تاجیکستان جانبدار پیشبردی راه‌های حل ثمرناک مسائل در ساحه آب و انرژیتیک بوده، نیت دارد که با همه طرف‌های منفعت‌دار همکاری فعال را برآورد. ما برانیم که گیدروانرژیتیک عامل مهمی رشد اجتماعی اقتصادی در بسیار کشورها باقی میماند. در مثال تاجیکستان که در آن 98% نیروی برق توسط نیروگاه‌های آبی و برقی استحصال می شود، وابستگی به واسطه این دو عامل مهمی رشد استوار بر علا ظاهر می شود. در تاجیکستان سالانه تقریباً 18 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال می شود و این همگی 3-4% اقدارهای موجود بوده کشور را که با 527 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در یک سال می رسند تشکیل می دهد. ذخیره گیدروانرژیتیکی تاجیکستان برابر با 3-4 مراتب طلبات کل منطقه آسیای مرکزی را تشکیل می دهد. این را ما می توانیم آینده با منفعت همه کشورهای منطقه استفاده بریم. از لحاظ ذخیره‌های گیدروانرژیتیکی تاجیکستان در جهان جای هشتم و از روی تقسیمات آنها به هر سری اهالی جای دوم را اشغال می نماید. قید کردن با مورد است که در کشور ما فعالیت یک قطار ساحه‌های اقتصادیات از مسئله آب تامین کنی و موجودیت نیروی برق وابستگی دارد. با در نظر داشت رابطه قوی میان این دو ساحه اینچنین با مقصد بهسازی مدیریت دولتی مایمه سال 2013 ما آنها را زیر ساختار یگانه وزارت انرژیتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان متعهد نمودیم و آن بر راه اندازی اداره همگرایانه و حوزوی ذخیره‌های آبی فعالانه مشغول می باشد. سخن در اینجا ناطقان پیش برآمد کرده درباره صفت آبی آشامیدنی حرف زدن. من به شما این را گفتنی هستم که تنها یک منبع ذخیره آبی با صفتی که در دنیا مثلش بسیار کم نظیر است، کلی سریس ذخیره‌اش با کل مردمی 65 میلیون اهالی آسیای مرکزی تا ابد بسنده است. صفت درجه به نهایت بلند دارد و به همسایان خود پیشنهاد کردیم که ما در یک جایگی آماده هستیم این را به ذخیره برای استفاده کل مردم آسیای مرکزی استفاده نماییم. محترم خانم‌ها و جنابان، جمهوری تاجیکستان که دارای ذخیره‌های بزرگ آبی و اقتدار گیدروانرژیتیک می باشد، همیشه آمادگی خویش را برای همکاری با همه جانبه‌های علاقمند پیش از همه با کشورهای همسایه در آسیای مرکزی در سمت استفاده ثمرناک، متقابلا سودمند و عاقلانه ذخیره‌های آب و انرژیتیک و منفعت کل کشورهای منطقه اظهار می‌دارد. از خودکنی مشترک این اقتدار عظیم می‌تواند به حل فراگیری یک قطار مسائل اجتماعی، اقتصادی و اکولوژی آسیای مرکزی مساعدت نماید. در نوبت اول این به تأمین امنیت آبی و آب تأمین کنی کفالتناک برای آبیاری زمین‌های تمام کشورهای آسیای مرکزی در خشکسالی‌ها توسط تنظیم بسیار ساله و موسمی مجرای آب در آب انبارها، همچنین به پیشگیری حالت‌های فوق‌العاده وابسته به آب مثل سیل و آبخوزی مساعدت می‌کند. ثانیاً بهره برداری از اقتدار بزرگ گیدروانرژیتیکی تاجیکستان امکان می‌دهد که منطقه با قوه برق دسترس و از لحاظ اکولوژی تازه تامین شود و همزمان برای تطبیق هدف هفتم رشد استوار مساعدت صورت گیرد. اخیراً استفاده ذخیره‌های گیدروانرژیتیک مملکت اینچنین با کاهش نظررسی پنهشوی گاز کربن در اتمسفر مساعدت می‌کند. من یک رقم دیگر را برای توجه شما پیشنهاد می‌کنم. در سخنرانیم ابراز داشتم که در ظرف 30-40 سال اخیر در حدود تاجیکستان از 14,000 پیریخی که وجود داشت با در نظر داشت تغییر آبی اقلیم گرمشوی زیاده از 1000 پیریخ‌ها عموما از بین رفتند. چنانه که من اشاره کردم تاجیکستان 98% استحصال قوه برقش تجدید شونده است
و کشوری اگراری به شمار میرود یعنی که تاجیکستان کشوری صنعتی نیست از لحاظ گاز کربن هم پرتاب به اتمسفر ما در جهان یکی از جاهای بهترین را اشغال میکنیم لیکن پیرک‌های ما از بین رفته ایستاده است در انجام سخنرانی خود میخواهم اظهار امید نمایم که چاله‌بینی امروز در مورد محاکمه وابستگی متقابل بین ذخیره‌های آبی و انرژتیکی اینچنین برای تهیه توصیه‌های مشخص آید به استفاده فراگیر عاقلانه و استوار ذخیره‌های طبیعی سهم علاوه‌ای خود را خواهد گذاشت.